ریشه ها، نوشته پدرام لعل بخش. همین که سوار شد توجهم را جلب کرد. چهره خارق العاده یا هیکل خاص یا جالب توجهی نداشت. یک آدم عادی بود با قدی کوتاه و پوستی گندمگون، موهای کم پشت مشکی یا شاید قهوه‌ای تیره، صورتی کاملا تراشیده با چشم‌های سیاه و بادامی کوچکی که بینی پهن و کوتاهش را برجسته تر نشان می‌دادند و شکمی کم و بیش برآمده که در آن همهمه شبانگاهی خیلی هم به چشم نمی آمد. اما برای من فرق داشت. مردی بود بسیار موقر. کت و شلوار سرمه‌ای رنگ خوش‌دوختی به تن داشت که برازنده قامت استوارش بود و یقه و سراستین‌های پیراهن سفید رنگش که انگار همان ساعت اتو خورده بودند با طنازی و ملاحت چشم نوازی خودنمایی می‌کردند. یک جلد کتاب ریشه های الکس هیلی دستش بود که بر حسب تصادف یک هفته قبل خواندن آن را تمام کرده بودم و چه کتابی! تنها فکری که با دیدن او به ذهنم خطور کرد این بود که ای کاش کنار من بنشیند. ای کاش همسفر این سفر 7 ساعته من باشد. کاش بنشیند تا فوراً سلامش کنم و حالش را بپرسم و همان لحظه اول جویا شوم به کجای کتاب رسیده. به او بفهمانم که چقدر از نشستن کنار آدمی که چنان حاله جذاب و خیره کننده‌ای برای من داشت لذت میبرم. کفش‌های براق و تمیزش، آن هم در یک شب بارانی، آنچنان زیر پاچه‌های شلوار اتو خورده‌اش خودنمایی می‌کردند که دلم می‌خواست بدانم چطور در آن هوای بارانی و روی زمین گل‌آلود آن شب راه رفته که حتی یک لک هم به کفش‌هایش نیفتاده. برای منی که 1 ساعت طول می‌کشید تا یک پیراهن و یک شلوار را با دقت وسواسگونه اتو بزنم، این قیافه جذابیت زیادی داشت. همانطور که آنجا بالای پله‌های اتوبوس و جلوی راهرو ایستاده بود و با آن وقار مثال زدنی مسافرین را برانداز می‌کرد، چشم‌هایمان برای یک لحظه با هم تلاقی کرد. بی اختیار سلامش کردم. انگار که می‌خواستم با همان سلام کوتاه و اشاره سر دعوتش کنم که بیاید و سر جایش بنشیند. سلامم را به گرمی پاسخ داد. دلم قرص شد. یقین پیدا کردم که رفیق سفرم اوست. نگاهش هم همین را میگفت. کمی جابجا شدم که بیاید و بنشیند. اما یک نگاه دیگر به همه مسافران انداخت و بعد انگار که اتوبوس را اشتباهی سوار شده باشد چرخید و سریع پیاده شد. قصر آرزوهایم به ناگهان فرو ریخت. بغض خفه کننده گلویم را گرفت. آن همه مکالمات شیرین درباره ریشه ها یا کتاب هایی که احتمالاً هر دو خوانده بودیم، کلاس هایی که رفته بودیم، استادانی که تجربه کرده بودیم و شاید دانشجویانی که تربیت کرده بودیم به ناگاه آوار شد. آن وقار، آن نگاه نافذ، آن هیمنه کمیاب به ناگاه مثل یک روح سرگردان غیب شد و رفت. برای من این سفرهای هفتگی به تهران واقعا یک شغل دوم حساب می شد و قاعدتاً به رفت و آمد مداوم عادت کرده بودم، اما دیگر حوصله نشستن کنار آدم‌هایی را نداشتم که تا می نشستند کفش‌هایشان را در می آوردند و بوی ترشیده جوراب‌هایشان را به اشتراک می گذاشتند. تحمل آدم‌هایی را نداشتم که هر 100 کیلومتر دستشویی و نماز سر وقت یا حال تهوع را بهانه می‌کردند تا بروند و از سیگارشان در تاریکی بهت‌انگیز جاده کام‌های عمیق و عاشقانه بگیرند. تحمل نداشتم یکی کنارم بنشیند، هی تق و تق تخمه بشکند و آشغال‌هایش را کف اتوبوس بریزد و دم به دقیقه هوار بکشد و از شاگرد راننده آب بخواهد تا آتش آن همه نمک تخمه‌های نشخوار کرده‌اش را جبران کند. برای من درست نشستن روی صندلی مهم بود.
بوی گند عرق ندادن مهم بود، احترام به حقوق افراد مهم بود، نظافت مهم بود، اصالت مهم بود، ریشه داشتن مهم بود. اما حالا تلخ بود. تلخ شد. تحملش را نداشتم. اما همینطور که داشتم تلخی زهرآگین خامی خیالاتم را مزمزه می کردم و پلکهایم را روی هم می آوردم که دیگر نبینم و ندانم، دوباره وارد شد. همانجا محکم و با وقار ایستاد. دستی به چانه پهن و برآمده‌اش کشید و با صدای رسایی گفت: سلام به همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. من رسول رحمانی هستم و امشب وظیفه رانندگی بر عهده من است. خواستم ضمن عرض سلام و آرزوی سفری خوب و امن برای همه چند نکته را یادآوری کنم. لطف بفرمایید و در طول سفر کفش‌هایتان را در نیاورید تا خدای ناکرده موجب ناراحتی همسفران نشوید. من 3 مرتبه در مسیر توقف می‌کنم. 1 بار پلیس راه همدان، 1 بار پلیس راه ساوه و 1 بار مقابل رستورانی که نسبت به سایر رستوران‌ها کیفیت بهتری دارد. لطفاً از این توقف‌ها برای نماز، دستشویی یا سیگار استفاده کنید. غیر از این توقف دیگری نخواهیم داشت. ضمناً اگر می‌خواهید چیزی میل کنید، لطفاً از کیسه‌های داخل جیب صندلی برای آشغال‌ها استفاده کنید و در نهایت آنها را در سطل‌های آشغال کنار صندلی‌تان بیاندازید. اگر سوالی هست بفرمایید که پاسخ بدم. نگاهم را به نگاهش دوختم تا بفهمد چقدر خوشحال بودم که بخت سفر با او را داشتم. و قبل از آن که چشمهایم را ببندم، با لبخندی از صمیم قلب موجی از امتنان و تشکر نثارش کردم. چشمهایم را که بستم، تصویر ریشه هایش همچنان پیش چشمهایم